اگه اولین بارته که میخوای پیاده‌روی اربعین رو تجربه بکنی، حتما این ویدیو رو تا انتها ببین. تو این ویدیو تجربه چند سالمه که به عنوان یه دختر راهی این سفر شدم با نکات خیلی ریز بهت میگم. پیاده‌روی اربعین یکی از خاص‌ترین سفرهای عمرت میشه، اما اگه درست آماده نشی ممکنه که برات خسته کننده و سخت باشه. پس توی این ویدیو میخوام تجربه 8 سالم رو برای رفتن به این سفر به عنوان یک دختر بهت بگم و بهت بگم که چه وسایلی رو بیاری، چه وسایلی رو نیاری و چه نکاتی رو رعایت بکنی که این مسیر برات سبک و راحت و پربرکت باشه. پس توصیه میکنم اگه اولین باری که میخوای این سفر جذاب رو تجربه بکنی، این ویدیو رو تا انتها نگاه کن و هر سوالی هم که داری توی کامنت از من بپرس، همونجا پاسخت رو میدم. دقیقاً باید به خودم چه وسایلی رو ببرم. مورد اول یکی از مهمترین نکاتیه که باید بهش دقت بکنی. استفاده کردن از یک کوله پشتی سبک و راحت. بچه‌ها من تو پرانتز این نکته رو بهتون بگم. اگر میخواین از کوله پشتی‌های کوهنوردی استفاده بکنید که بند کمری هم دارن، چیز خوبیه، اما گول پرحجم بودن این کوله ها رو نخورید. ممکنه که بگید چقدر جا داره و جاش زیاده، مدام وسایل غیر ضروری به کولتون اضافه بکنید و الکی کولتون سنگین بشه. ترجیحاً از کوله های معمولی استفاده بکنید که هم سبکن هم جا دارن، اما اگر بند کمری هم نداشتن میتونید بدید خیاط براتون بند کمری بزنه. من خودم دقیقاً همین کارو میکنم. از کوله پشتی های کوهنوردی استفاده نمیکنم، چون هر گرم اضافه توی مسافرت شما به شدت شما رو در طول مسیر خسته میکنه. یکی از مهمترین نکاتی که باید بهش توجه بکنید اینه که از کفشی استفاده بکنید که قبلا باش پیاده روی کردید. کفشی نباشه که تازه دم سفر خریدینش و توی سفر میخواین تستش بکنید. حتما کفش پیاده روی اربعینتون جا افتاده و نرم و سبک باشه. مورد بعدی بحث لباس هستش. ببینید برای لباس اگر شما چادر سر نمیکنید، از لباسهای نخی و از عباهای نخی بلند و گشاد باید استفاده بکنید که هم پوشش مذهبی و حجاب کامل رو داشته باشه، همین که خنک و آزاد و راحت باشه. و حتما بچه‌ها جنسش باید نخی باشه که باد ازش رد بشه و شما رو گرما اذیت نکنه. یه نکته رو توی پرانتز در رابطه با بحث لباس میخوام بهتون بگم. بچه‌ها حتما به این نکته توجه بکنید که لباسی که توی این سفر انتخاب میکنید خیلی جلب توجه نکنه، خیلی حالا جذاب و زرق و برقی و به اصطلاح ادایی نباشه. شما از عباهایی استفاده بکنید که راحت هستن و حجاب کامل دارن. پیاده روی اربعین جای این نیست که ما با لباس هامون بخوایم جلب توجه بکنیم و یا حتی آرایش داشته باشیم. حتما خواهش میکنم که به این نکته توجه بکنید که تا جایی که میتونیم حجابمون رو رعایت بکنیم. اگر هم چادر سر نمی‌کنیم و یا اگر هم حالا موجه داریم، ناخن داریم، من خیلی وارد بحث فقهیش نمیشم، ولی اگر براتون مقدوره تا جایی که میشه به این نکات خیلی توجه بکنید. برای بحث استحمام یه دونه حوله کوچیک براتون کافیه. مورد بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که بچه‌ها نمیخواد برای موهاتون یه شامپو، برای بدنتون صابون، لیف، نمیدونم برای لباساتون تاید و مایع دستشویی و اینجور چیزا با خودتون بیارید. یه شامپو تخم مرغی با خودتون وردارید که هم بتونید موهاتون رو باهاش بشورید، هم بدنتون رو بتونید باهاش بشورید، هم بتونید لباساتون رو با همون بشورید و حتی دستاتون هم میتونید با همون بشورید. اصلا نیازی نیست برای هر کدوم از اینا یه کالای جدا و یه جنس جدا بردارید. توجه بکنید که هر گرم اضافه توی مسیر خیلی شما رو خسته میکنه. وسایلتون و کوله شما اصلا نباید انقدر سنگین باشه و برای هر چیزی یه چیز جدا بخواید بردارید. همون یه شامپو تخم مرغی کار همه چی رو براتون میکنه. حتما با خودتون لیوان سبک بردارید، لیوان پلاستیکی، قاشق و چنگال پلاستیکی از این مسافرتی ها حتما با خودتون بردارید. یه بحثی که توی حمام کردن توی طریق هست، من همیشه خودم باهاش به مشکل خوردم و هر سالم یادم میره که بردارم. بچه‌ها به نظرم یه دمپایی خیلی سبک برای وقتایی که شما توی طریق و توی موکب ها میخواید حموم بکنید بردارید که کفشتون خیس نشه. من خودم همیشه با این به مشکل خوردم و یادم رفته و همیشه کفشم خیس شده و یه مقدار طول کشیده تا خشک بشه. حتما با خودتون دمپایی بردارید که موقعی که میخواید برید حموم از اون دمپایی استفاده کنید. یکی از چیزایی که همیشه حواسم هست که با خودم بردارم این سرایی هستن که سیم بلند دارن که اگر حالا خواستم گوشیمو بزنم به شارژ، نخوام گوشیمو یه جای دیگه بذارم خودم منتظر بمونم تا شارژ بشه. سراحیمو میزنم، گوشیمو میزنم به شارژ، حالا هر جا که خودم میخوام استراحت بکنم هم سراحیم پیش خودمه هم گوشیم پیش خودمه. این خیلی نکته مهمیه. حتما سراحی به خودتون بردارید. کلاه و نقاب و عینک دودی هم که اصلا نباید یادتون بره. حتی اگر از ضد آفتاب هم استفاده بکنید، توی آفتاب شما حتما باید از عینک دودی، کلاه و نقاب هم استفاده کنید. یه چیزی که خیلی هم میگن که نه به درد نمیخوره، خیلی هم میگن نه خیلی به درد میخوره، چفیه است که من با قشر دوم هم نظر هستم که به نظرم چفیه خیلی بچه‌ها به درد میخوره. هم براتون رو اندازه،
هم زیراندازه، هم موهاتون رو میتونید باهاش خشک بکنید، همین که اگر گرمتون بشه میتونید خیسش بکنید و بذارید روی سرتون و مثل کولر عمل میکنه و واقعا خیلی به کار میاد. اگر هم کثیف بشه که میشورید در حد 2 دقیقه‌ای کاملا خشک میشه. من واقعا چفیه رو همیشه توی کولم میبرم و همیشه دارمش و خیلی هم به کارم میاد. یه چیزی که من پارسال تست کردم و نظرم بهش خیلی مثبت بود این بودش که بچه‌ها به جای اینکه ملافه پارچه‌ای بردارید که حالا هر جایی که میخواید استراحت بکنید اون ملافه رو بکشین، حتما از ملافه‌های یک بار مصرفی که حالا توی تزریقات یا توی تخت فیشال ازشون استفاده میشه استفاده بکنید، که وقتی هم که روی تشک برای رو زمین کشیدین که روش نشستین، حالا یه دراز کشیدین، بعد از اینکه استراحت کردین اون ملافه رو میتونید بندازید دور و کم کم حتی وزن کولتون هم کم میشه. اصلا نیاز نیست که ملافه پارچه‌ای به خودتون بردارید، چون ملافه پارچه‌ای هم که اگر بردارید وقتی یه بار میندازین دوباره دفعه بعدی بخواید بندازین به هر حال ملافه آلوده است دیگه. من خودم ترجیح میدم که از ملافه‌های یه بار مصرف استفاده کنم. مورد آخری که توی این بحث میخوام بهش اشاره بکنم اینه که بچه‌ها اصلا نیازی نیست با خودتون کلی غذا و آجیل و بیسکویت و این داستانا رو بیارید اونجا. نترسید، گرسنه نمیمونید، فت و فراوون اونجا اغذیه هست، تشنه نمیمونید، غذا به مقدار کافی وجود داره اونجا. اما یه مقداری حالا محض احتیاط که اگر غذایی باب میلتون نبود و یا نتونستید به هر دلیلی غذا بگیرید، یه مقدار آجیل، یه مقدار خرما و یه مقدار حالا عسل با خودتون بردارید که اگر گرسنه موندید از اینا استفاده بکنید که انرژی خودتون رو دریافت بکنید. اصلا نیازی به این که کلی غذا با خودتون بردارید نیست. تو جمع‌بندی این بخش نکته میخوام بهتون بگم که حتما قبل از سفر انجامش بدید. استایلی که توی اون سفر میخواید داشته باشید، کولتون با وسایل جمع شده، کلاه، عینک، کفشتون، هر چیزی که توی پیاده روی ارمنی میخواین ازش استفاده بکنید رو خودتون رو آماده بکنید، در حالی که انگار دارید توی این مسیر راه میرید و با وسایلتون یه چند ساعتی، چند دقیقه‌ای توی خیابونا و یا توی خونتون پیاده روی کنید. ببینید که آیا با اون استایل و یا شکلگیری وسایلتون راحت هستید یا نه. که اگر راحت نبودید، حالا وسایل کولتون رو یه مقدار کم و زیاد بکنید، عباتون رو عوض بکنید، کفشتون رو عوض بکنید. این کار رو حتما انجام بدید اگر سفر اولی هستید که یه آشنایی با فضای پیاده روی داشته باشید. حالا وسایل بهداشتی به خودمون چی ببریم؟ دستمال مرطوب، الکل، ماسک و چسب زخم وسایلی هستن که حتما توی کوله پشتیتون باید وجود داشته باشه. درسته توی مسیر هلال احمر هست و اگر حالا خدای نکرده به این وسایل احتیاجی پیدا کردین، میتونید که حالا خودتون رو به مرکز هلال احمر برسونید، ولی ممکنه که ازتون دور باشه و بهتره که اینا رو توی کولتون داشته باشین که در مواقع ضروری ازشون استفاده کنید. مسواک و خمیر دندون کوچیک هم یادتون نره. اصلا نیازی نیست خمیر دندون بزرگ بردارید. از این خمیر دندون مسافرتی هتلی براتون کافیه. یه سری قرص و دارو هم با خودتون بردارید، مثل حالا سرماخوردگی، استامینوفن، ضد تهوع، ژلوفن، که حالا اگر نیاز شد ازشون استفاده کنید. یکی دیگه از چیزایی که خیلی به کارتون میاد استفاده کردن از پودر بچه است که اگر عرق سوز شدین توی اون ناحیه از پودر بچه استفاده میکنید و خوب میشه. و مورد آخری که خیلی ازم میپرسین هم توی پیجم و هم حضوری که دیگه توی حوزه تخصصی خودم هستش اینه که آقا روتین پوستی چی باید به خودمون ببریم؟ ببینید من خودم پوست به شدت چربی دارم که در معرض آلودگی هم که قرار میگیره سریعا واکنش نشون میده، ولی تمام روتینمو نمیارم که وسایلم سنگین بشه. یه شوینده به خودم برمیدارم و یه تونری که مناسب پوستمه و ضد جوشه و ضد آفتاب و خود اونا رو به خودم نمیارم. توی این ظرفای مسافرتی کوچیک که دیگه الان همه جا هم هستن میریزم و به خودم میارم که جای کمتری بگیره. و راجع به ضد آفتابم بچا، هر نوع ضد آفتابی رو که حالا به پوستتون میخوره رو با خودتون میتونید بیارید، ولی من یه ضد آفتابی که توی این مسیر خیلی به کارم میاد، این ضد آفتاب استیکیا هستن که استفاده خیلی راحتی دارن که بدون اینکه به دستم بخوره، بعد از اینکه صورتمو با تونر پاک کردم و سطح پوستم تمیز بود از این ضد آفتاب استفاده میکنم. محافظت خوبی هم داره و چربم نیست، باشم روش نمیزنم. یه نکته‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که بچه‌ها این ضد آفتاب ها اسمشون ضد آفتاب های استیکی هستن نه استیکی. حتما بهش توجه کنید که من استفاده میکنم از برند توکوبو، پارسالم همینو بردم، امسالم دوباره از همین استفاده میکنم و خیلی هم راضی بودم. حالا بریم سراغ یه سری از نکاتی که خودم توی این چند سالی که پیاده روی اربعین رو تجربه کردم بهش رسیدم و دوست دارم باهاتون به اشتراک بذارم. اول از همه بچه‌ها همسفر خیلی نقش مهمی توی این مسافرت داره. حتما اگر میخواید که حالا با کسی این سفر رو
تجربه بکنید سعی بکنید که اون آدم رو بشناسید، بدونید که اخلاقای خیلی خاص نداره و یا خیلی وسواس نیست و یا خیلی غر نمیزنه. اینکه حالا این مسافرت یه مقدار سختی‌های خاص خودشو داره کاملا مبرهنه و مشخصه. به هر حال مسافرتیه که اتفاقای غیر قابل پیش بینی ممکنه که پیش بیاد. ممکنه مثلا شما ساعت 2 ظهر وعده غذایی خوردید و وعده غذایی شما مثلا ساعت 10 شب باشه. این تایمو مثلا شما حالا با چیزای خیلی خوردریز سر کردید. ممکنه که اگر اون شخص خیلی به اصطلاح همفاز شما نباشه مدام غر بزنه که گشنه‌ایم، غذا نخوردیم، چقدر راه بریم، چقدر راه مونده، گرمه، شلوغه و این حرفا. و به اصطلاح اگر همفاز نباشین واقعا شما لذت کافی رو نمیبرید و همسفر توی این سفر از بقیه سفرهایی که ما میریم خیلی اهمیت بالاتری داره. و مورد بعدی این که بچه‌ها از مسیر لذت ببر. مسیر سخت نیست، مسیر مشخصه، مسیر همواره و شما گم نمیشی. از مسیر نترس. من خودم اولین باری که این پیاده روی رو تجربه کردم 19 سالم بود و فکر کنم ترم دوم دانشگاه بودم که از طرف دانشگاه یه کاروانی بود که ما ثبت نام کردیم و وارد این پیاده روی شدیم. خب به هر حال من قبلش کربلا رفته بودم ولی پیاده روی اربعین رو بدون خانواده مثلا تجربه نکرده بودم و دفعه اولم بود که کلا می‌خواستم وارد این مسیر بشم. و خود کاروان اینطوری بودش که حالا بچه‌ها رو رها می‌کرد و حالا سر یه عمودی ما فلان ساعت قرار می‌ذاشتیم و همدیگه رو می‌دیدیم و بقیه مسیر. و واقعا من روز اول که از کاروان جدا شدیم و می‌خواستیم به یه عمود برسیم با اینکه مسیر مشخصه ولی انقدر ترس تو وجودم بود که توی یه مسیر هموار و مشخص من گم شدم و اصلا همچین چیزی اتفاق نمیافته. به خاطر همین دارم میگم از مسیر نترسید. مسیر کاملا مشخصه، کلی هم ایرانی اونجا هست، شما از هر کی سوال بپرسید کاملا جوابتون رو میدن. مورد بعدی که واقعا توی همسفرام همیشه دیدم حالا یا توی مسیر خیلی بهش توجه کردم این بوده که بچه‌ها نذارید وسایلتون بی‌نظم باشن. وسایلی که مدام بهش احتیاج دارین رو دم دست بذارید، مثل شارژر، ضد آفتاب، لیوان، نمیدونم قاشق، همه اینا رو دم دست بذارید که حالا برای هر کدوم اینا نخواید یه رو مثلا به اصطلاح بزنید بغل دنبالش بگردین و پیداش بکنید که هم خودتون اذیت بشین هم بقیه همسفرتون اذیت بشن. حتما به این دقت بکنید که منظم باشید. برای اینترنت هم خیلی از من پرسیدین. ببینید من عاشورای همین امسال که رفتم خط خودم رومین کردم، خیلی صرفه اقتصادی نداشت و خیلی از جاها قطع میشد. اما تو پارسال و سالهای گذشته من از سیم کارت زین استفاده میکردم. اگر شما هوایی برید که توی فرودگاه عراق میتونید از سیم کارت زین استفاده بکنید و خرید بکنید. اگر هم زمینی برید فکر میکنم توی مرز و یا اطراف حرم حضرت علی میتونید که از سیم کارتای زین خریداری بکنید و اینترنت رو بس بکنید و استفاده بکنید. به نظر من سیم کارت زین از سیم کارت آسیاسل آنتن ای بهتر و سرعت بالاتری داره. و در آخر چیزی که میخوام بهتون بگم واقعا تجربه دلی خودم و حرف دل خودمه و نمیخوام خیلی کلیشه‌ایش بکنم، اما چیزی که واقعا خودم به دست آوردم توی این مسافرت و خیلی ازم میپرسن که آقا این سفر سخته، گرما داره، شلوغ، چطوریه که هر سال انقدر مشتاقی که میری؟ پیاده روی اربعین به نظر من خودش یه دانشگاهیه که به شما یاد میده برای چیزی که میخوای به دست بیاری باید صبور باشی، تلاش بکنی و سختی بکشی. این کلیت درس پیاده روی اربعین چیزی که من خودم ازش یاد گرفتم و درس گرفتم و توی جزء به جزء زندگی خودم هم سعی کردم که پیادهش بکنم. در کل آدم بعد از این مسافرت به شدت صبور میشه، عاقل میشه، یاد میگیره که با آدما تا جایی که میتونه تحت هر شرایطی مهربون باشه، آدما رو درک بکنه و حتی قضاوت هم نکنه. یه نکته خیلی پیش پا افتاده‌ای هم به نظر من آدم توی این مسافرت یاد میگیره که حالا خیلی پیش پا افتاده نیست ولی چیزی که برای خودم جذاب بوده این که آدما یاد میگیرن که محل اسکان خودشون رو، محل استراحت خودشون رو تمیز نگه دارن و نظافتشون رو رعایت بکنن که اگر این اتفاق بیفته کلا همه جا تمیزه. ولی حالا یه سری هم رعایت نمیکنن. فارغ از این ماجرا خیلی هستن که رعایت نمیکنن. ولی این نکته رو گفتم که اگر وارد این مسیر میشیم یاد بگیریم که نظافتمون رو رعایت بکنیم. ممکنه شاید هر لحظه نتونیم بریم حمام ولی میتونیم که حالا جایی که هستیم زباله رو نریزیم زمین، همون رو مثلا بیاریم بریزیم تو سطل زباله. اگر هر کسی واقعا این مقدار
مسئولیتی که به بار خودش هست برای رعایت نظافت شخصی رو رعایت بکنه، واقعا خیلی موکبا تمیزن، اسکانا تمیزه، مسیر پیاده روی اربعین تمیزه، چون این مسیر به شدت شلوغه و از تمام ملیت‌ها، از تمام فرهنگ‌ها، هر آدم با یه فرهنگ جدای خودش میاد و هر کسی اگر همین یه چیز خیلی کوچیک رو رعایت بکنه، واقعا اون مسیر خیلی تمیز میشه. من خودم همیشه یه مشکلی که داشتم بحث نظافت بوده. شما که داری این ویدیو رو میبینی، اگر واقعا راهی این مسیر هستی و دوست داری توی این مسیر حضور داشته باشی، حتما به این نکته دقت بکن که محل اسکان خودت رو تمیز نگه دار. ملیکایی که الان روبروی شماست با ملیکایی که قبل از این پیاده روی و قبل از این سفر بوده، زمین تا آسمون متفاوته. یعنی چیزیه که به وضوح خودم این رو در خودم میبینم، حتی بقیه هم بهم میگن. به شدت صبور شدم، میتونم بگم واقعا عاقل شدم، مهربون‌تر شدم، آدما رو درک میکنم، تحملم خیلی بالا رفته. اگر مثلا اتفاق ناخوشایندی در لحظه برام بیفته، سعی میکنم که یه جوری مدیریتش بکنم و این واقعا مدیریت بحران رو توی پیاده روی اربعین خیلی یاد گرفتم و نظرم میشه گفت بزرگترین درسی بوده که از زندگیم گرفتم. به خاطر همینه که میگم پیاده روی اربعین یه دانشگاهه، یه دانشگاهی که شما میتونی توش خیلی چیز یاد بگیری و مدرس اون دانشگاه، مدیر اون دانشگاه امام حسینه و عشق به امام حسین یه کارهایی با آدم میکنه که مثلا اعتقاداتم رو مسخره بکنه حالا و یا قبول نداشته باشه، همیشه ته دلم دعا میکنم که خدا اون رو به عشق به امام حسین گرفتار بکنه. و امام حسین سلیقه همه عقایده، هر کسی با هر عقیده‌ای ته دلش یه مقدار به سمت امام حسین سوق داره. به نظر من اگر تا الان مردد بودی که این مسافرت رو بری، یکم بیشتر راجبش فکر بکن و ترس رو کنار بذار، به امام حسین توکل کن، به خدا توکل کن و توی این مسیر قدم بذار. پس امیدوارم که اگر راهی این مسافرت هستی، سفر برات سبک و راحت و پربرکت باشه و بتونی یه خاطره خیلی خوب برای خودت به جا بذاری. ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم نکاتی که بهتون گفتم به کار بیاد و ازشون استفاده بکنین. اگر نکته‌ای هست که گوشه ذهنت بوده و من بهش نپرداختم، حتما توی کامنت از من بپرس، حتما جوابت رو میدم. و اگر تو هم تجربه این مسافرت رو داشتی، لطفا توی کامنت ها تجربت رو بهم بگو. مرسی که ویدیومو لایک میکنین، چنلمو سابسکرایب میکنین. ممنونم از حمایت همیشگیتون. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که تو مسیر امام حسین ببینمتون و با هم دیگه هم کلام بشیم. یا علی.